سلام، طاهری سفر هستم. با اخبار امروز پنجشنبه 24 سپتامبر همراه شما. مقامات عربستان سعودی میگویند صدها نفر در مراسم امسال حج زیر پای ازدحام مانده هلاک شدند. ریاست دفاع شهروندی عربستان سعودی روز 24 سپتامبر گفت در مراسم سنگ زدن تمثال شیطان در وادی مینا بیشتر از 300 نفر جان دادند و ممکن است تعداد قربانیان زیادتر شود. در این فاجعه همچنین 450 تن دیگر جراحت برداشتند. از تاجیکستان امسال 6300 نفر برای ادای فریضه حج رفتند و حالا معلوم نیست در بین قربانیان زائران تاجیک هستند و یا نه. و در سراسر تاجیکستان امروز عید قربان را تجلیل کردند. صدها نفر روز 24 سپتامبر برای ادای نماز عید به مسجد مرکزی شهر دوشنبه آمدند و با دعوت رئیس شورای علمای تاجیکستان در حق آنها دعا کردند که در جنگ به ضد گروه مسلح عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع کشته شدند. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما بعد از نماز گفت برای آنها دعا می‌کنیم که جان خود را در راه صلح و آسایشتگی نثار کردند. و گفته عبدالقادرزاده صلح و آرامی بهترین نعمت خداوند است و هر آن کسی که در این راه جان می‌دهد شهید است. در عملیات به ضد گروه عبدالحلیم نظرزاده که 12 روز در دره رامیت ادامه کرد 14 مأمور امنیتی تاجیکستان کشته شدند. و در آستان عید قربان در تاجیکستان قیمت مواد غذایی در بازارها بالا رفت به استثنای سوپرمارکت ها در دوشنبه که با هدف جلب مشتریان بیشتر قیمت ها را پایین آوردند. از جمله نمایندگان مرکز فروش پیکر گفتند که در عرفه عید قربان قیمت مال و محصولات اساسی برای دسترخوان عیدانه مردم را تا 15% پایین بردند. در گذشته سوپرمارکت ها مکان خرید قشری دارا در تاجیکستان محسوب می شد، ولی سالهای اخیر تعداد زیادتری مردم رو به سوپرمارکت ها می آورند. پدر یک خانواده از ناحیه قبادیان در تاجیکستان می گوید در 1.5 سال اخیر 3 پسر جوانش به سوریه رفتند و زنان و فرزندان 2 نفر آنها چشم برا هستند. شریف شیربکوف ساکن 60 ساله جماعت 20 سالگی استقلال به رادیو آزادی گفت یکی از فرزندانش عائله خود را هم به سوریه برده است و در مجموع از خانواده آنها 8 نفر در آن کشور جنگ زده خاورمیانه هستند. با گفته شریف شیربکوف فرزندانش را در روسیه مبلغان گروه‌های افراطی فریب کرده و به سوریه بردند. مقامات میگویند ترمیم و بازسازی نقب مهم استقلال به پایان رسید که شمال کشور را با مرکز وصل میکند. در این باره از شرکت ایرانی صابر روز 24 سپتامبر به رادیو آزادی خبر دادند و گفتند راه نقب را هموار و بتونی کردند و نصب چراغ و هواکش ها نیز به پایان رسید. یک راننده به رادیو آزادی گفت نقب 5 کیلومتری را در کمتر از 5 دقیقه گذشته است. نقب استقلال چندین سال پیش مورد بهره برداری قرار گرفت، ولی بنابر آب زیاد در داخل آن متخصصان نمی توانستند راه، سیستم هواکشی و روشنایی در آن را درست کنند. قرار است کمیسیون دولتی بعد از سنجش صفت کار برای بهره برداری کامل از نقب استقلال اجازه دهد. حکومت تاجیکستان طرح اصلاح شده کدکس جنایتی را برای بررسی به پارلمان فرستاده است که در آن کدکس برای سحر و جادوگری جزای سخت مقرر کردند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت این مسئله روز 23 سپتامبر در جلسه حکومت بررسی شد. در قانون جنایی فعلی برای سحر و جادو جریمه پیش بینی شده است و در صورت تصویب کدکس نو ممکن است شخصی گناهکار به سحر و جادو را تا 7 سال از آزادی محروم کنند. راه آوردن مردم به فالبین ها و افزایش اعتقاد به سحر و جادو برای حل کدام یک مشکل مقامات را وادار کرد جزا برای این عمل را سخت تر کنند. در 2 سال گذشته 1000 نفر در تاجیکستان برای مشغول شدن به سحر و جادو جریمه شدند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.